الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. علماء کرام، برادران معزز اهل تشیع، مجاهدین عزیز، مهمانان گرانقدر، نمایندگان رسانه‌های و تمام حاضرین محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای همه ما واضح است که ملت افغانستان متشکل از اقوام، زبانها، مذاهب و فرهنگ‌های متنوع و مختلف می باشد. این تنوع قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی برای شناخت یک دیگر بوده و نباید به آن به چشم تعصب و تبعیض دیده شود. اما متاسفانه قبل از حاکمیت امارت اسلامی این تنوع را من حیث عامل اتفاق و اتحاد مورد توجه قرار نگرفته، بلکه توسط بعضی از افراد این تنوع قومی، زبانی و مذهبی جهت رسیدن به اهداف شومشان مورد استفاده سو و ابزار قرار گرفته است. از سوی دیگر ملت و گروه‌های کوچک سیاسی، حزبی، قومی و مذهبی تقسیم شده که این تقسیمات سبب ایجاد اختلافات گردیده و در نهایت منجر به از میان برداشتن اتحاد ملی در کشور شده است و بدین اساس تا حال افغانها به شکل واقعی اتحاد ملی را تجربه نکردند. هموطنان عزیز، همه افغانها عام از سنی و اهل تشیع در تمام مراحل تاریخی به ویژه در دوران جهاد و مبارزه علیه متجاوزین کنار هم بوده. مشارکت و سهم فعال در پیاده سازی ارشادات دین مبین اسلام و اهداف علیای کشور داشتند که حاکمیت فعلی نظام امارت اسلامی محصول فداکاری و ایثار همه مردم افغانستان می باشد. از این رو اتحاد و اتفاق همه افغانها عامل اساسی ثبات و پیشرفت سیاسی و اقتصادی کشور می باشد. ملت‌هایی که اتحاد و اتفاق خویش را حفظ نموده، از اختلافات داخلی در امان بوده و به آسانی به اهداف بزرگ خویش نائل گردیده اند. لله الحمد، در حال حاضر افغانستان خانه مشترک تمام افغانها است و همه از حقوق مساوی برخوردار می باشند. امارت اسلامی افغانستان به تنوع قومی احترام گذاشته و آن را من حیث سمبول وحدت ملی می دانند. یک بار دیگر یادآور می شویم که به تبلیغات و پروپاگاندای دشمنان نظام باور نکنید. آنها در پی ایجاد تفرقه میان اقوام و مذاهب بوده و از این حالت سوء استفاده می نماید. باید که اتحاد و اتفاق خویش را به شکل درست حفظ نماییم و به تمام اختلافات که تحت عناوین مختلف افغانها را از هم دور ساخته و به گروه‌های کوچک تقسیم می نماید دست بکشیم. در مقابل این انرژی را برای آبادی و آرامی کشور به مصرف می رسانیم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حلال وشت خاور بدی بیا ټکل خوند کړم